اوکیش کردم، خیالت راحت. اینجا واسه خودت اجارش کردی. تا روزی که از یه آدم مطمئن نشدی چیزای با ارزش تو بهش نده. اینو هر کسی بهت نمیگه. ببین تو داری گند میزنی تو کار و زندگی من. چند میلیارد بهت ندادم که هی بگی این نشد اون نشد. بابا به خدا تقصیر من نیست. طرف خیلی عجیبه. اصلا شبیه چیزی که تعریف می‌کردید نیست. حتی نزدیک هم نمیشه من بتونم ازش فیلم و عکس بگیرم. خیلی هم حواسش جمعه. نمیتونم همینجوری فیلم بگیرم. تو که نمیتونستی غلط کردی اوکی دادی. کی بود میگفت مثل موم تو دستامه ازش آتو میگیرم؟ نکنه فقط از ما پول می‌خواستی. من هنوزم رو حرفم. فقط یکم صبر کن. جدا از پولایی هم که ما بهت میدیم خودت هم میتونی کلی ازش پول بگیری. ما این کارو فقط واسه یه آتو می‌خوایم. دیگه تو میمونی و کلی پولایی. ولی اگه نتونی انجام بدی پول که هیچی. روزی 100 بار میکشم و زندت میکنم. حله. فقط میتونم بپرسم این فیلم و عکس‌ها و آتوها رو واسه چی میخوای؟ اون دیگه به تو ربطی نداره. برو کارتو درست انجام بده، دفعه بعد دست پر برگردی. خیالت راحت که نقشه توپ براش دارم. فعلا. اگه این دختره نتونه خوب کارشو انجام بده شرکتمون ورشکست میشه، چون اون بزرگترین رقیبمونه. مطمئنم میتونه. بعد خوشگل. جونم عزیز دلم سلام. عشقم یه چیزی میگم نه نگو. جونم. امشب با یکی دو تا از دوستان بیام دوره هم یه درینکی بزنیم. والا میدونی من که زیاد اهل نوشیدنینا نیستم. بدفاز نباش دیگه. باشه عزیزم چشم. اوکی.